هدف در عبادت چیست؟ این تقسیم دومش است. به چی هدف عبادت میکنی؟ هدفت رضایت خالق است و یا هدفت رضایت مخلوق است؟ اینی رو باز ریا میگن که شرک اصغر میشه اگر کسی هدف در عبادتش رضایت کی باشه؟ غیر الله، مخلوق. اصلا هدف در عبادت رضایت کی باید باشه؟ الله باشه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. یعنی صلاتی، نماز عبادت است، عبادت است و نسکی دیگر مناسک من، مناسک حج است یا دیگر مناسک دیگه است و زندگی من که من زندگی میکنم هدفم چی است؟ رضایت الله است. و وقتی که من میمرم مرگ من که اگر من طلب شهادت میکنم این هم چی است؟ لله رب العالمین. این قل ای رسول الله بگو که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس قسم دوم عبادت که تقسیم میشه بر اساس چی تقسیم میشه؟ که هدف از انجام عبادت چی هست. از این خاطر اگر کسی عبادت به قصد رضایت الله کرد این توحید در عبادت است، و کسی که اگر در عبادتش کس دیگر شریک کرد بازی رو میگه این شرک است، لکن شرک اصغر ریا میگن، میگه ریا کرد. یک نفر دنیا چیست، مثلا یک نفر پدرش فوت کرده میره 50 سیر برنج پخته میکنه. چرا 50 سیر برنج پخته میکنی؟ میگه والا 50 سیر برنج به خاطر ازی پخته کردم، این حال میخوای که می هدف ازی رو بفهمی. چرا 50 سیر پخته کردی؟ قم مصرف. والله بیادر به خاطر ازی پخته کردم که باز عبدالزادایم گپ میزنن، باز مردم خنده میکنن، باز نگوین که این مرده خدا به خیر و خیرات خلاص کرد. این حال هدف ازی چی شد؟ ریا شد. نه، اینال ریا هم یکی از بابهای شرک است، لکن این در شرک چی حساب میکنن؟ شرک اصغر. و شرک اصغر باز رتبهش از گناه کبیره کده بلندتر است. نفهمیدین؟ شرک اصغر مثل شرک اکبر نیست که از دین بکشش. رتبهش از شرک اکبر کده چی است؟ پایین است، لکن باز از گناه کبیره کده بلند است. یعنی بلند است از زنا کردن. زنا گناه کبیر است، شراب گناه کبیر است، ریاکاری از زنا و شراب کردن چی است؟ بلندتر است.